بحث اصلی الان اینجاست که ما باید این مرگ‌های سریالی که بوده قطع بشه. قرار نیست ادامه دار بشه. من میگم من آخرین خانواده‌ای باشم که داغدار شدم، دیگه خانواده‌ای داغدار نباشه. انشالله روزی بیاد که هیچ مادری داغ کودکشو نبینه. کودکی که حیف نیست که دنیای زیبای کودک و اوتک ازش بگیره. یه مادر رو یک اوتک داغدار کنه، اوتکی که ما خودمون با دستان خودمون درستش کردیم. قرارم برای این بود که سبب آسایش ما باشه. در بخش پولان تقریبا 2 روز پیش یه جلسه داشتیم با آقای گورگیج و آقای بشتا. ما یه پویشی قرار دادیم، پویش حیات کودک. درست. بیایم به صورت نمادین هفته یک بار یکی از روستاهای بخش اوتکای بخش پولانو در واقع ایمنیش کنیم، فرض بکشیم. درست. اگه قطعاً همینطور که در بحث مدرسه سازی خیرین ورود پیدا کردن و در ظرف کوتاه‌ترین مدت اصلا الان روستایی نیست که مدرسه نداشته باشه، قطعاً کوتاه میشه به همین صورت ساماندهیش کرد. فقط عزم ملی میخواد و اینکه باید خودمونم بخوایم. نبود اوقات فراغت بچه مجبوره بره داخل آب، تو هوای 50 درجه نتونه بازی کنه، خواه یا نخواه خودشو میزنه به آب.